قبل از مرگ علی خامنه ای آمد و تعداد زیادی از مسئولیت ها رو به فرماندهان سپاه سپرد و طراحی این جنگ رو هم انجام دادند. بله. یعنی اینکه در آخرین صحبت های خامنه ای اعلام کرد که جنگ رو ما منطقه‌ای میکنیم و میبینیم که از روز نخست جنگ جمهوری اسلامی آمد و به تمام کشورهای منطقه حمله کرد. در حال حاضر تنها شخصی که جمهوری اسلامی را اداره میکنه عبارت هست از چند فرمانده سپاه و این فرماندهان سپاه به احدی هم گوش نمیدند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان الان هیچ کارند در این مملکت. چند تا از سرداران سپاه هستند که اینها بر اساس عقل و خرد نداشته خودشون دارن به تمام کشورهای منطقه دارن حمله میکنن و ما میبینیم که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه هم هیچ حرفی برای گفتن ندارن. رئیس جمهور اعلام میکنه که ما معذرت میخوایم دیگه انجام نمیدیم، یک ساعت بعد سخنگوی سپاه میگه ایشون بیخود کرده گفته ما حمله میکنیم و دوباره ادامه میدن به حملاتشون. برای همین در حال حاضر تندترین فرماندهان سپاه پاسداران که منسوب علی خامنه ای هستن دارن کشور اداره میکنن و این فلاکتی که بر ایران الان حاکم شده نتیجه 36 سال حکمرانی مردی بود که بی ارزه بود و بی ارزگان ایران رو جمع کرد و در رأس قدرت قرار داد و اونم سید علی خامنه ای است. ببینید این فرد به شدت آدم ترسویی بود و برای اینکه قدرت خودش رو حفظ کنه آمد و منابع قدرت رو پخش کرد و تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو که بسیار بسیار تندرو و بی‌عرضه هستن در رأس کار قرار داد و می‌بینیم که این فرماندهان با بی‌عرضگی و توهمی که داشتن ایران رو به یک جنگ بسیار بسیار بزرگ و هولناک کشوندن و اگر می‌بینیم که الان ایران مراکز صنعتی ایران آسیب ندیده لطف ایالات متحده و اسرائیل بوده، وگرنه در طول این 20 روز گذشته امریکا و اسرائیل میتونستن ایران رو با خاک یکسان کنن. کافی است که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق رو بزنن و چیز دیگه از ایران نمونه. خاموشی و توقف ایران رو فرا میگیره. برای همین فرماندهان سپاه دارن ایران رو به یک دره پر از آتش دارن هدایت میکنن و اگر این ادامه پیدا کنه معلوم نیست که چه اتفاقاتی در روزهای آینده بیفته. ممکنه این جنگ شعله‌ورتر بشه و کشورهای عربی و امریکا و اسرائیل حمله کنند به زیرساخت‌های صنعتی ایران و اون وقت ما حدود 20 الی 30 سال از کل کشورهای دنیا عقب خواهیم افتاد و این آسیب دیدگی ها ممکنه سالها طول بکشه تا ترمیم بشه. برای همین واقعا تأسف آوره که سرنوشت ملت ایران و کشور باستانی و قدیمی ایران که همیشه همواره در طول تاریخ مردم محترم و آرامی داشته در دست یک مشت انسان تروریست مجنون و دیوانه قرار گرفته و این باعث تأسف